خب دوستان ویدیوهای قبلی رو ببینید، چون که اگه نبینید از وسط بخواید قضاوت کنین متاسفانه دچار سوء تفاهم میشه. من نمیگم اینجا خوبه، نمیگم اونجا بده، فقط تعریف دارم میکنم. اینو یه موقع اشتباه سوء برداشت نشه واسهتون. اینا رو میگم چون هیچ جا خودم نخوندم، هیچ جا، و میگم شاید بتونه کمک 4 نفر کنه با چشم و گوش باز مهاجرت کنم. من اینا رو میگم، نمیگم که مهاجرت نکنیم، میگم که حقایق رو بدونید. شما اگه میخوای دانشجویی مهاجرت کنی، حداقل هزینه 2 سال زندگی و خرج و مخارج اونجا رو باید بذاری کنار. فکر نکن برسی کار پیدا میکنیم. بله ما اگه پزشکی باشی چیزی باشی اونم چند ماه زمان میبره، به این زودی نیست. یا آیتی خونده باشی شاید 1 سال، بعد 1 سال شاید بتونی کار پیدا کنی. اصلا به این راحتی نیست. میگم 400,000 تا اتریشی فقط، حالا من کاری به مهاجرا و پناهنده ها و این داستانا ندارم، فقط 400,000 تا اتریشی زمانی که من اونجا بودم بیکار بودن، داشتن از اداره کار حقوق میگرفتن. یعنی من دنبال تمام این پروسه ها رفتم، حتی شرکت ثبت کردم که بشه اینا رو دور زد، ولی متاسفانه نمیشه، به این راحتی نیست، قانونشون خیلی سفت و سخته. شرکتم ثبت کردم و نشد اینا رو دور بزنیم. یعنی میفهمن که قضیه از چه قرار. قبلا میشد، ایرانیایی که قبلا بودن این کارا رو انجام داده بودن، ولی متاسفانه تمام این چیزا رو دولت اونجا دیگه متوجه شده. 1 2 اینکه اوضاع اقتصادی اونجا بعد از کرونا، بعد از اومدن اوکراینیا، بعد از اومدن ترامپ انقدر خرابه که نمیتونید تصور کنید. متاسفانه یه سری ایرانی‌ها اونجا خالی بندن. خیلی من رک بگم که شاید بتونه به 4 نفر کمک کنه. من مهم نیست که حالا چه قضاوتی میخوام بشه، یه سری از ایرانی‌ها، نمیگم همشون، انقدر خالی بندن واسه خانواده‌هاشون اینجا خالی میبندن. من اونجوری رویا سازی میشه واسه بقیه. میرم اینا همچین چیزی نیست، میبینن اصلا همچین چیزی نیست. بیاین تو ویدیو بعدی ادامه رو واسهتون بگم.